فاطمه هستم. تو این ویدیو آموزشی یک غذای بسیار لذیذ و خوشمزه رو میبینید که فرقی با چلو گوشت نداره. امیدوارم به من اعتماد کنید و از دستور این غذا استفاده کنید. تکه های رون بوقلمون رو به زردچوبه و فلفل سیاه آغشته کردم و حدود 1 ساعت داخل یخچال استراحت میدم. البته مزه‌دار کردن محدود به زردچوبه و فلفل سیاه نمیشه، میتونید از زعفرون استفاده کنید، ولی حتما این مرحله رو انجام بدید تا بوی قالب بوقلمون رو از بین ببرید. همونطور که میبینید در ظرف رو میبندم و مدت 1 ساعت داخل یخچال قرار میدم. این غذای لذیذ مواد زیادی نمیخواد و قرفل نداره. 2 تا پیاز بزرگ رو خلالی میکنید، همچنین از 2 تا حب سیر هم استفاده میکنم. خوشمزگی این غذا به پیاز فراوونیه که داخلش داره. اصلا نگران شیرین شدن گوشت نباشید. این 2 حب سیر علاوه بر این که بوی خوشی به غذا میده، شیرینی پیاز رو هم میگیره. تکه های بوقلمون رو روی پیاز ها میچینیم و منتظر میمونیم که پیازها آب بندازه. بعد از اینکه تکه های گوشت رو روی پیازا چیندیم، چون گوشت بوقلمون زیاد چرب نیست، مقداری روغن رو روی گوشت و پیازها میریزیم. و نکته مهم اینه که اصلا توی این مرحله لازم نیست بهش آب اضافه کنیم، چون خود پیاز به اندازه کافی آب میندازه و اگر شما آب بهش اضافه بکنید پروسه پخت رو به تأخیر میندازه. بعد از اینکه روغن رو اضافه کردیم در ظرف رو میذاریم حرارت ملایم تا پخت انجام بشه. در مدت پخت هم گاهی اون رو زیر و رو میکنیم تا ته نگیره. عزیزای دلم، همینطور که میبینید بعد از نیم ساعت پیاز به اندازه کافی آب میندازه و اگر هم خواستید آب بهش اضافه کنید تا آب گوشت بیشتری داشته باشید، فقط آب جوش اضافه کنید. من تو این مرحله یه همه کوچیک میزنم چون پیاز نمیخوام ته بگیره، چون اگه پیازتون ته بگیره همینجوری هم خود به خود آبش کم میشه دیگه. پیازم ته بگیره چیزش نمیمونه. وقتی که تیکه به این مرحله از پخت رسید، یه تیکه چوب دارچین هم میتونید بهش اضافه بکنید که بوی خوشش تو کل خونه میپیچه. خب با همین مقدار آب و نصف لیوان آب جوش و روغن که بهش اضافه کردیم حدود 3 تا 4 ساعت باید بپزه. بعد از پخت گوشت بسیار بسیار لذیذ و نرمی داریم که واقعا فرقی با چلو گوشت نداره و از خواص فوق‌العاده گوشت بوقلمون غافل نشین که با این دستوری که من بهتون آموزش دادم مطمئنم ازش لذت میبرید. ترکیب شیوید پلو و گوشت بوقلمون عالیه. این غذا رو درست کنید با ضمانت من و لذت ببرید و اگر خوشتون اومد لایک کنید.